انتخاب ریلتور به شدت تصمیم مهمی هستش در خرید یا فروش ملکتون. عزیزی به من زنگ زد که اصلا ایرانی هم نبود، ولی نکته از این قراره که ایشون ریلتوری داشت که دوستش هستش و داره در حال حاضر بهش سرویس میده، اما زنگ میزنه به ریلتورهای متفرقه که براش شوینگ بوک بکنه. چرا؟ چون نمیخواد ریلتورش فراتر از نوشتن کانترکت براش سرویسی بده. این دو دلیل بیشتر نداره. یا اینکه همونطور که خودش هم گفت این ریلتور رفیقش هستش و نمیخواد بهش اضافه تر از اون چیزی که باید و شاید خودش فکر میکنه زحمت بده، یا اینکه قطعا داره ازش یه کامیشنی دریافت میکنه و در ازاش میخواد فقط کانترکت رو براش مذاکره کنه این ریلتور. مشکلی که این کار داره، یک، داره ریلتورهایی رو دخیل پروسه میکنه که اصلا رابطه‌ای نه با فروشنده نه با خریدار دارن. دو، اینکه اون ریلتور که کانترکت براش مینویسه و این کلاینت خودش انتخاب میکنه، پروز اند کانز واحدهایی که میبینه رو نمیدونه. چون من ریلتوری که با فروشنده به فرض دارم کار میکنم و دارم به شخص این پراپرتی رو نشون میدم که ریلتورش کنارش نیست، قطعا اطلاعاتی رو بهش میدم. البته بگم اطلاعاتی که ایشون میپرسه رو باید با آنستی و شفافیت جوابش رو بدم، اما لزوما اگر اطلاعاتی باشه که ایشون نپرسه، مثلا این جلو چه اتفاقی داره میفته در آینده نزدیک، من ریلتور احتمالاً ریسرچمو کردم وقتی اینو لیست میکنم، اما اگه شما نپرسی من وظیفه ندارم به شما توضیح بدم. این وظیفه ریلتورت هست، با علمی که داره و اشرافی که داره این اطلاعات رو به شما بده، پراپرتی به پراپرتی. بنابراین اگر دنبال خرید یا فروش ملک هستین، اجازه بدین متخصص این کار رو برای شما انجام بده. برای مثال میتونیم بپرسین دوست عزیز، شما که ریلتور متخصص هستید، یک، آیا فول تایم ریلتوری یا پارت تایم؟ دو، اشراف شما به مارکت چقدره؟ ازش سوالاتی بپرسین، مثلا در 2023 چه اتفاقاتی در مارکت افتاد؟ ریت به چه صورت بالا پایین شد؟ قیمت‌ها به چه صورت بالا پایین شد؟ در ونکوور چه رگولیشن های جدیدی داشتیم؟ الان برای ایر بی ام بی، برای اینکه شما بتونین یک پراپرتی سینگل فامیلی رو ازش چند تا پراپرتی در بیارین، رگولیشن های جدیدی اومده. بعضیش به نفع اونرها و خریدارا هستش، بعضی به ضرر. اینا رو شما ریلتورتون وظیفه داره بهتون بگه. بنابراین برای انتخاب ریلتور دقت زیادی به خرج بدین. مهمترین کاری هستش که شما میتونید در حق خودتون انجام بدین که سرمایه‌گذاری درستی داشته باشید. روز خوبی داشته باشید.